هیچ جشنی، هیچ عروسی، هیچ مهمانی، هیچ محفل از خانم و زن خانه مخالی نباشه. اینو میگن معتاد به جشنها و به عروسی ها. فقط منتظر کارت است. کجا هست شوهر جان؟ تو بیا که برم بخیر. خود اینجا ای تو زن خانه را ساخته نمیتونه. دعوت اجابتش واجب است، بله، این رد نمی کنیم. اما اگر پای زن 5 ساعت داخل خانه هست، 12 ساعت در تالار عروسی هست، 4 ساعت داخل خانه هست، 3 روز در خانه مهمانی در یک جای مهمانی رفته، از این زنها خیر کرده نمیشه، هیچگاه خیر کرده نمیتونه. او میفهمه که من باید باکی برم، کدام دعوت را بپذیرم، دعوتم به چی سیستم باشه، لباسم به چی سیستم باشه، حجاب و مسائل، باکی دست بتم، باکی دست نتم، باکی روبروشم، باکی بگم السلام علیکم، باکی بگم نه سلام نه دروش میشم. این خوب میفهمه. و آخریش زن مدپرست، زن مدپرست. ما همیشه برای زنها یادآوری میکنیم، برای مردمی که به مستر صورت ظاهری خود در خانواده برسیم، به وضع ظاهری خود، یک کم عطر، یک کم لباس، یک کم یخنکای قاسمی، کم یخنکای هفت، یک کم از یخنکای چارکشت، یک کم عطر زدن، یک کم دیزاین و دکور، یک چیزا باید سیستم باید برابر باشه کاملا، هم زنها هم مردها. اما اگر زن کل عمرش به این سپری میشه، مدپرستی، کل هم و غمش آرایش باشه، به نام کتابی به چیز سر و کار نداره، به نام قرآن به چیز سر و کار نداره، با این زن زندگی کردن میفهمید چرا سخت میشه؟ از این خاطر که زن چنان به مدپرستی عادت کرده، چنان به راحت طلبی عادت کرده که وقت با بحران در زندگی، با مشکل مواجه میشه، باز عقب نشینی میکنه، میگه والله چقدر سخت است، من نمیتونم. گپ مرا فهمیدن؟ مدپرست کس راحت طلب می باشه، ظاهر پرست راحت طلب می باشه. این وقتی در یک زندگی داخل میشه، در یک بحران زندگی، در دشواری های زندگی که خبر میشه که اوه زندگی خود سختی ها را داره، این خود در افغانستان به در قریجات بری خود نان پخته کردن کار داره، این خود شیر دوشیدن کار داره، این خود خانه جارو کار داره، این خود تبدیل کردن دور است، تبدیل کردن لباس اطفال کار داره. بازی چیزا رو که میگه که اون طرف وسایل آرایش و این طرف وسایل پاک نمودن اطفال، باز خیلی سرش بد میخوره. مگه خیلی لباسایی رو تو تبدیل کنه که ما کمی